بازم یکی دیگه از وسایل آشپزخونه خراب شده. بریم دسته مایتابه استیل رو به بدنش جوش بدیم. اولین کاری که میکنیم مایتابه رو با یک ابزاری مثل کلم به میز محکمش میکنیم. یکی از مهمترین بخش‌های کار اینه که بتونیم این دسته رو خیلی خوشگل به این بدنه فیکسش کنیم. خالمون رو زدیم و حالا میایم طرف مقابل. و سرانجام این مایتابه به حالت اولش برگشت و دستش به بدنه جوش خورد با روشی که دیدید. فقط یه نکته رو رعایت کنید، کسایی که اینجور خدمات رو انجام میدن حواسشون باشه که خدای نکرده سوراخ نشه، چون اگر سوراخ بشه هم شکل ظاهریش به هم میریزه، هم جمع کردنش سخت میشه. یعنی اون اجرتی که شما میخواستید بگیرید باید 2 برابر هزینه بکنید که اون سوراخ رو پر کنید.